ما و شما باید دلسوز باشیم به مردم بیچاره و مسلمان، دلسوز باشیم. مردم ما و شما بسیار غم دیدن، درد دیدن، مشکل دیدن. با مردم بیچاره ما و شما هیچ چیز دیگه نداره، یک چی دارن، ایمان. و دشمنای اسلام میخوان که ایمانشون هم چی کنه از قلبشون؟ به شکلی از اشکال بگیرن. از این خاطر برنامه هایی که او شرک است، کفر است، بدعت است، بیدینی است، مخالفت با طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یارو چی میکنن؟ زیاد تشویق، تمویل، خوب و رغبت، فرصت میدن، امکانات میدن. و مردم بیچاره مسکین ما و شما که است سن قیافه ها سهل میکنه، سن چهره ها سهل میکنه، اعتبار میکنه، اعتماد میکنه. از این خاطر به این ملت بیچاره مسکین و ضعیف چی است؟ فقط آدم برشان عقیده محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان برسونه، فقط همین خدمت برشان بکنه. و هدایت کار الله. بسیار کسایی هستن که بسیار در حالت چیز، همین هر جوان هر ریش سفیده که بشینه قصه سابقه خدا بکنه برات میگه صاحب من 20 سال پیش در شرک مبتلا بودم، در بیدینی مبتلا بودم، در کفر مبتلا بودم، در غلطی مبتلا بودم، اما حق برای من رسید. و کسی که الله هدایت میکنه الله هدایتش میکنه. وظیفه ما تو چی است؟ برای زمان بیچاره مسکین چی بکنیم؟ همین حق برسانیم با زبان شیرین، با اخلاص دل، با تقوا، با ایمان. والله ما از پیشتر هیچ چیز نمیخوایم، نه پیسه، نه پول، نه شوله برای ما پخته کنیم، نه شوله شیرین روان کنیم، نه پلو روان کنیم، نه قابلی روان کنیم. والله ما نريد منكم شيئا. هیچ چیز نمیخوایم از پیشتر. هیچ فکر ما طرف جیبی میبتان و خوراک تان یا پایتان نیست. از پیشتر حتی تشکری هم نمیخوایم. خانی تان آباد که اگان دوام بزنید. چرا؟ با دشنا ممکن است که اما که رتبه انسان به الله چی میشه؟ هر خدا که به خاطر دین الله اذیت شوی، دعوا بشنوی، غیبت بشنوی، باز اونجا امی قوی ایمانی تو زیاد میشه که یک دشنام میشنوی اشکا از چشم تو جریان پیدا میکنه. اینمی قطرات اشک که به خاطر دشنام دادن یک کسی که تو را به خاطر چی دشنام داده؟ به خاطر عقیده لا اله الا الله محمد رسول الله، باز این انوس تو را به الله چی میکنه؟ نزدیک میکنه و قلب تو را با اخلاص جور میکنه. باز میگه یا الله سعی کنین اگر من خوب درشی یک لکس میپیشیدم نکتایی که بسیار خوبش میزدم، ریشم چپتلاش کل میکردم، باز میفتم این استاد پانتون هستم در مجلس احترام بود و کل چیز پلاوارا میخوردم، کلگی بر سلامی میزدم. اما وقتی که آمدیم گفتیم که بگید قول لا اله الا الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میگه ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، باز ابو لهب از پشت سرش سید همین چیزا گرفته بود ایها الناس لا تصدقوه فانه کذاب، صدا میکرد تصدیق نکنین این دروغگوی است، از دین پدرای خود برآمدن، اینو نگیرین چیز نکنین. و رسول الله صلی الله علیه و ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ما یگان تا کس که زیاد این سر دعوت تو را تفسیر میکنه، من برادر همین کار رسول الله را که میکنی، همین کار ابو لهب خود نکن، همین کار ابو لهب خود نکن، کار دیگه کردن نمیتونی، کار ابو لهب خود نکن. بعضی کسا کاری که نمیکنه ابو لهب همین خود نکن.